نفر بعدی رضا از انگلستان که در اصل به عنوان همراه یکی از دوستانش آمده بود، اما تصمیم گرفت که شانس خودش رو امتحان کنه. رضا سلام آقا، چی برامون آماده کردین قربان؟ راستش بخوای من امروز قرار نبود شرکت بکنم، برای ساپورتی در دوستان اومدم که کمکش بکنم. بعد 3-4 ساعت اینجا بودم، بچه‌ها گفتن یه آهنگ بخون، آهنگ ندارم، برای همین یه چی دارم ایمپرووایز میکنم. شعر رو اولین چیزی که هست باید در رفیقم خیلی معذرت بخوام، چون که شعر ایشونو من الان ورداشتم، دارم رو ملودی آهنگ خودم که تازه یه هفته 2 هفته ساختمش دارم الان. آقا چقدر داستان شد، اصلا بخون. ببخشید از دهنم پرید، ببخشید از دهنم پرید، یه چیزی اسم این آهنگ از کوچولو. تو مثل ابروی تو آسمونی. یه چیزی که یه مقدار هنر آواز. رضا جون یه چیزی هم، فقط چیزی که اجرا میکنی نزدیکتر به موسیقی خودمون باشه. همینه. زندگی دل سپردن به جاده نیست. این به درد اینجا نمیخوره. من راستشو بخواین من از انتقاد همیشه یاد میگیرم. مثلا 2 تا از اینجا از شما ادوایس بگیرم، همین بسمه. شما روی سبک و حالا سبک، سیستم، تجربه، هر چی که اسمشو میخواین بذارین که خودتون دارین این کار رو انجام میدید، بسش کافی هم هست و فلان بساره. من جان من خواهشی بکنم. بله. من فکر میکنم به رضا شانس بدیم، به خاطر اینکه یه یونیکنس، یه چیزی تو صداش هست بالاخره تو بچه‌های دیگه ندیدیم. بعد روش فکر کنیم که من راستشو بخواین وقتی مثلا موسیقی رو اجرا میکنم، برای اینکه مقدار مثلا جدیده، جمله بندیش، فریزینگی که تو خوندم استفاده میکنم، جمله بندیام خیلی فرق داره با کسی دیگه. مخصوصا این کارو میکنم که یه آیدی، یه شخصیتی برای خوندن داشته باشم و از اسلایدی نوت خیلی استفاده میکنم. رضا با مرحله بعد میبینیم. مرسی اومدی. شما کارتون رو میگیری برای مرحله بعد. مرسی. شما خداحافظ. مرسی. باشه. خداحافظ شما. من به چی نمیگم. چرا؟ خیلی دمت گرم. بعدش رو کردم. نه بابا دمت گرم. برو. 4 تا این آهنگایی که میخوای بنویسی